درود سامیان ارجمند. شرح آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. امروز سه‌شنبه 10 مارس 2020 سال است. 11 مارس در تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدов در شهر دوشنبه جلسه تنطلبی بخشیده به روز مطبوعات تاجیکستان برگزار می شود. در نظر است که در این چهاربینی سطح بلند نمایش کتاب و روزنامه‌های دوره مطبوعات تاجیک به نمایش گذاشته شوند. مراسم تقدیم جایزه‌ها برای نمایندگان بهترین رسانه‌ها برگزار می شود که در رفت آن روزنامه‌نگاران و کارمندان مطبوعات دوره و وسایل اخباری عامه، مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان شرکت کنند. چهاربینی مذکور را اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و وزارت فرهنگ تشکیل می‌کند که بر روزنامه‌نگاران علاهیده جایزه‌ها نیز تقدیم خواهد شد. باعث یادآوری است که 11 مارس سال 1912 اولین روزنامه تاجیکی بخارای شریف به تب رسیده است که به همین خاطر از سال 1994 این جانب در جمهوری روز مطبوعات دوره قید کرده می‌شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای تجلیل روز غلبه در جنگ دوم جهانی به مسکو نمی آید. در این باره سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف خبر داده است. گفته می شود که معلومات جهت رد کردن درخواست تایید اشتراک دونالد ترامپ در گشت نظامی مسکو طریق وزارت کارهای خارجه وارد گردیده است. قبلا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دعوتنامه را به جشن عید غلبه در مسکو قبول کرده بود، ولی پاسخ دقیق نداده بود که آیا وی در این جشن که آن را اساساً کشورهای پساشوروی تجلیل میکنند شرکت میکند یا نه. یادآور میشویم که امسال کشورهای سابق اتحادیه شوروی 75 سالگی خاتمه یافتن جنگ دوم جهانی و غلبه آن را تجلیل میکنند. رمز نوروز سمنک بهاری با یک طرز خاص آماده شده به یک بینای بسیار قبطه مانند در خیابان رودکی در میدان دوستی پایتخت نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی قامت افروخته است که به زیبایی دوشنبه شهر تراوت دیگر میبخشد. گفته می شود که این بلندترین رمز نوروز بین المللی در سراسر جهان است که در دوشنبه قامت افروخته است. خبر داده می شود که در رفت جشن بین المللی نوروز در نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی که رمز سمنک نیز آنجا جای گرفته شده است، کاروان هنرمندان تاجیک تحت نام یارمارک نوروز دوشنبه 2020 برگزار می گردد. خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو گفته است که واشنگتن جانبدار افغانستان مستقل و مقابل همگونه کوشش تشکیل حکومت موازی می باشد. قبلا 9 مارس در کابل دو مراسم سوگندیادکنی رئیسی کشور در افغانستان برگزار شد. در قصر پرزیدنت سرور کنونی اشرف غنی سوگندیاد کرد، در قصر دیگر دکتر عبدالله. ما کاملا ضد همگونه عملهای ایجاد یک حکومت موازی و همگونه استفاده قوا برای حل مشکلات سیاسی هستیم، گفته است مایک پامپئو. ما از اعلان پرزیدنت اشرف غنی استقبال میکنیم که 10 مارس او فرمان درباره آزاد کردن محبوسان طالبان و تشکیل یک گروه ملی را برای گفت و شنودهای داخل افغانستان انتشار خواهد کرد. ما اظهارات دکتر عبدالله را نیز استقبال میکنیم که او عهده‌داری‌های به هم مانند را در سمت صلح و فراگیر تاکید میکند. ابراز داشته است مایک پامپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در اظهارات خویش. با گفته مایک پامپئو ایالات متحده آمریکا بر اساس سازشنامه بین دو نیروی سیاسی به هم مخالف که اشرف غنی و دکتر عبدالله را نمایندگی میکنند کار میکنند. خاطر رسان میکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی را پیروز انتخابات پرزیدنتی دانست، اما رهبر حکومت سابق اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان دکتر عبدالله این را نپذیرفت و کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب هنگام شمارش برگه های آوازدهی متهم کرد و خود را در انتخابات برنده اعلام داشت. ایالات متحده آمریکا و گروه رادیکالی طالبان روز 29 فوریه سازشنامه آتش بس را امضا کردند. این سند خروج نیروهای آمریکایی را در طول 14 ماه پیش بینی می‌کند. در پاسخ طالبان قول دادند که تروریستان را در قلمروهای نظارتی جای ندهند و با حکومت افغانستان گفت و شنود را شروع کنند. خبرهای روز را مستقیما میشنوید.
وکیل از حزب روسیه واحد والنتینا ترشکووا پیشنهاد کرده است که به قانون درباره تغییرات کنستیتوسیونی اید به بیکار کردن مهلت پرزیدنت تکلیف‌ها وارد کرده شود. خبر می‌دهد مدوزا. با گفته وکیل پارلمانی روسیه والنتینا ترشکووا این محدودیت‌ها را تماما از بین برداشتن لازم است یا اگر وضع این را طلب کند و مردم این را خواهند در قانون امکان فراهم آورده شود که پرزیدنت کنونی دوباره به این مقام انتخاب کرده شود. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه گفته است که این پیشنهادها باید با رهبران فراکسی‌های دومای دولتی روسیه بررسی کرده شود و اینچنین اندیشه پرزیدنت کنونی در این باره نیز به نظر گرفته شود. رهبر فراکسی روسیه واحد روسیه سرگئی نیوروف علاقه آمادگی خود را برای دستگیری کردن تغییرات اعلان داشته است. کنستیتوسیون کنونی روسیه منع می‌کند که یک شخص به منصب پرزیدنت از دو مهلت پی در پی انتخاب شود. وکالت‌های ولادیمیر پوتین همچون پرزیدنت روسیه سال 2024 به انجام می‌رسد. ریا نووستی خبر می‌دهد که وکیل پارلمانی روسیه از حزب مخالف LDPR ولادیمیر ژیرینووسکی پیشنهاد کرده است که انتخابات دومای دولتی پیش از مهلت برگزار کرده شود. ولادیمیر ژیرینووسکی اینچنین پیشنهاد نموده است که انتخابات مستقیم پرزیدنتی بیکار کرده شود. با عقیده او شورای دولتی می‌تواند سرور دولت را انتخاب کند. طبق اطلاعیه پروکراتور گنرالی روسیه اعضای گروه گتا بویر غلاموف و مروجان کریموف که از روسیه از بند جزای جنایتی فرار کردند در تاجیکستان به 25 ساله زندان محکوم گردیدند. گفته می شود دادگاه بویر غلاموف و مروجان کریموف را در اشتراک گروه استوار مسلح صادر کردن آدمکشی، غارتگری و دیگر جنایت‌های وزنین و مخصوصا وزنین در حدود روسیه گناهکار دانسته است. سال 2014 بعضی از اعضای گروه جنایت پیشه گتا در روسیه بازداشت شده بعدا به حبس ابد محکوم شدند. بویر غلاموف و مروجان کریموف توانستند از مقامات حفظ حقوق روسیه فرار کنند. بعدا مقامات تفتیشاتی آنها را به رویخط بین‌المللی جستجویی وارد کردند. در آخر سال 2014 مکان بودوباش آنها در تاجیکستان مقرر کرده شد. از بس که قانونگذاری تاجیکستان استرداد شهروندان خود را به دولت‌های دیگر برای تعقیب جنایی اجازت نمی‌دهد، پروکراتور گنرالی روسیه بسته پرونده‌های جنایی را جهت آموختن و بررسی کردن به دادستانی گنرالی تاجیکستان ارسال کرده بود. گفته می شود که گروه جنایت پیشه گتا بر رانندگان در منطقه‌های مسکو و کالوگا در سال‌های 2012-2014 حمله کرده، از آنها پول، تلفن، جهاز قیمت‌بها و حتی نقلیات نیز مصادره می‌کردند. با گفته مقامات تفتیشاتی روسیه گروه جنایتکار حداقل 15 مهاجر را از کشورهای آسیای مرکزی در بر می‌گیرد که 17 نفر را کشته و 2 نفر دیگر را شدیداً زخمی کردند. بازی دور اول مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 در گروه د بین دو کلوب دسته تاجیکستان استقلال و خوجند بدون تماشابین برگزار می شود. با مقصد حفظ سلامتی اهالی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان توصیه داده است که کاهش چرابینی‌های عمومی در کشور با سبب خطر پهن‌شوی کرونا ویروس روی دست گرفته شود. بنا به گزارش‌ها فدراسیون فوتبال تاجیکستان توصیه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را جانبداری کرده تصمیم گرفته است که بازی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاجیکستان مابین دسته‌های استقلال و خوجند بدون تماشابین برگزار شود. مخلصان فوتبال امکان پیدا می‌کنند که بازی میان استقلال و خوجند را توسط شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال مستقیما تماشا کنند. واقعه دور آغاز مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 بین دو دسته تاجیکستان استقلال و خوجند روز چهارشنبه 11 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. آغاز بازی فوتبال را ساعت 18 به وقت محلی گفتند. در همین حال طبق معلومات پیشکی دسته داوران تاجیکستان با بازی دور سوم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 در چهارک فینالی در گروه جی بین دسته‌های کرسنگروس فیلیپین و والی یونایتد اندونزیا تعینات گرفتند. این واقعی که 11 مارس در میلان برگزار می شود در نظر داشته شده است. سامیان ارجمند در آخر نشر خبری توجه نمایید به اعلان شام جمعه 13 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی موجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما مستقیما روی موج رادیوی موجر جریان میگیرد.